امروز در مجمع خدمترسانی و سیاحی شهرچه شهر حصار تحت ریاست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان شیرین اسمت‌الله‌زاده جلسه نوبتی شورای بین اداروی اوید به هماهنگسازی فعالیت در ساحه سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در کار شورا رهبران اولی وزارت و اداره‌ها، رهبرت ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سغد و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری، اینچنین کارمندان مسئول کمیته رشد سیاحی و نمایندگان اسوسیاسیون و شرکت‌های سیاحی اشتراک نمودند. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که از جانب پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان طی سالهای آخر به ساحه سیاحی توجه خاص ظاهر گردیده یک قطار تشبس‌های سازنده نسبت رشد این ساحه مهم اقتصادی عملی گردیدند. در این ردیف جمهوری تاجیکستان همچون کشوری دارای ذخیره‌های بوی سیاحی در عرصه بین‌المللی موقع خود را استوار نموده است. تذکر داده شد که با پیدا گردیدن ویروس سیرایتی کرونا ویروس تاثیر منفی آن اول به ساحه سیاحی رسید. حالتی به وقوع آمده به ساحه سیاحی کشوری ما که در حال رشد قرار داشت تاثیر منفی خود را رسانید. با مقصد پیشگیری حالت‌های سیرت‌شوی و حفظ سلامتی اهالی تمام خدمت‌رسانی‌های سیاحی تا معتدل گردن وضع موقوف گذاشته شدند. تمام وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی حکومت دولتی را ضرور است که برای بهتر نمودن سطح و صفت خدمت‌رسانی‌ها و بهتر نمودن حالت‌های سانیتری و گیگینی ساختمان انشاءات خدمت‌رسانی سریراهی چاره‌جویی نمایند. برای رشد ساحه سیاحی امروز تمام زمینه‌های معیاری حقوقی تامین بوده از جانب حکومت مملکت استراتژی رشد سیاحی برای دوره تا سال 2030 قبول گردیده است. نقشه عمل استراتژی برای سال‌های 2019-2022 تصدیق کرده شد. با اعضای شورای بین اداروی دستور داده شد که فعالیت خود را در سمت عملی نمودن هدف‌های استراتژی کشور در سمت رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی جانب نموده در این سمت مسئولیت بی‌واسطه داشته باشند. رئیس کمیته رشد سیاحی شیرین امانزاده اوید به اجرای مقررات پروتکل جلسه چهارم شورای بین اداروی اوید به هماهنگسازی فعالیت در ساحه سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گزارش داد. اوید بر رشد سیاحی در ولایت ختلان مشکل‌ها و راه‌های برطرف نمودن آنها معاون رئیس ولایت ختلان برآمد نمود. در کل جلسه اوید به بهتر نمودن حالت راه‌های سیاح‌گذر در موسم سیاحی، راه‌های منطقه هفت‌کل، اسکندرکل، آسایشگاه تندیقل ناحیه لخش، دره حکیمی و موضع سیاحی سریخاسار ناحیه بلجوان گزارش معاون وزیر نقلیات شنیده شد. همزمان اوید به تطبیق هدف‌های حکومت مملکت وابسته به رشد سیاحی و هنرمندی در محل‌ها و تدبیرها اوید به سال‌های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی گزارش‌های رهبرت‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های ختلان و سغد، ناحیه‌های تابع مرکز و شهر دوشنبه شنیده شدند. در انجام جلسه شورا برای برطرف نمودن کمبودی و مشکلات جای داشتن تطبیق با ثمر هدف‌های حکومت مملکت اوید به سال‌های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و اجرای با صفت استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و برنامه رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2018-2020 آماده‌سازی ساحه و پذیرایی سیاحان در شرایط بعد بحرانی کووید 19 از جانب معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دستور سفارش‌های مشخص داده شد.